معرکه گسترده نیست، یکان معرکه سپولشی نیست و تحلیل ها، گزارش های تحلیلی کاری که شما مشاهده کردید از تمام منطقه ها هست. متاسفانه مخبران منطقوی ما کم فعال ترند. ما در هر جلسه ها می‌بینیم که از منطقه ها نیست گزارش های تحلیلی نسبت تنقیل این آن شهر و ناحیه باشد. ولی پایتخت جمهوری تاجیکستان باید چیزی دیگر باشد. تمام مشکلات در پایتخت است. تمامی پرابلم های حل نشده را ما با منظوری رئیسان شهر و ناحیه ها و شهرداری پیشنهاد میکنیم که در همین جا و چندین مرتبه به صلح هم مراجعت کردند چون دیدن که یگان غرض نیست، یگان تحمیل نیست، سپارش نیست. ما واقعیت را گفتیم و میگوییم، آینده هم میگوییم. هر کسی که هر چی میپندارد این وجدانی او وابسته است. لیکن ما در اصل چون پایتخت دل تاجیکستان، ژورنالیستان ما میخواهند که پایتخت را همچون پایتخت نمونه عبرت. من دیروز یک گزارش بود گفتند که برای تماشای پایتخت نه تنها از خارج بلکه از منطقه های تاجیکستان هم میآیند. وضع این راه ها را بینید، وضع بعضا کوچه ها را، کوچه های هستند که در مدت زیاده از 20 سال استقلالیت روی تعمیر را ندیدند و هیچ تفاوتی نمیکنند از یک محله دوردست تاجیکستان. برعکس راههایی که شاهراههایی که در تاجیکستان ساخته شدند و این آن گوشه های دیگر دنیا منطقه آبادترند از محله های هستند که شهرک و در مرکز جماعت و شهرک و دیهات ها آبادترند از بعضی محله هایی که در پایتخت چشم نیست. این یک کار معمولی است. هر کس برای چی تنقید نکنیم؟ اینقدر سال تعریف بود ما خودمون از کار خودمون ناراضییم. ما هر روز برابران شبکه ها در این یون موضوع ناراضگی مخصوص از برنامه تلویزیون از برنامه تلویزیون پیشتر هم بود، چند سال پیش هم بود، تحلیل کردیم، تنقید کردیم، سود مراجعت کردن نکردن. لیکن یک از تشکیل ساختن در کار نیست، کمبودی اصلاح کردن در کار است. همون کمبودی که میگوید روزنامه‌نگار دیده است. این تحلیل یک روزنامه‌نگار است که مثلا کارخانه را رفتیم کشادیم کار نمیکنن، جای کاری حسابات دادیم 1,500 کار نمیکنن، اینجا یکون وای است، یکون بگذار کار کنن. مثال عادی من همون بازار نشان دادم. اگر همون تعداد تاجران به کار مشغول میشدن 1,500 با قریب 1,500 نفر در اونجا با خدمت رسانی کانونالی و دیگر مشغول میشدن، جای کاری خیلی زیاد میشد. تشکر. سوابش رو در چی میبینید؟ وقتی که رسانه های مستقل بید، من از شما یک بار پرس کنفرانس را پایدش رو بیان کنم، من با شما سوابی که هم حرام بود. سوابش چی است که واسط اخبار اون مستقل تنقیل نمیکنن؟ نیست، من در نگاه از سال پیش کنم دوی می‌نوشتم در مقاره میگردم. وقتی که میگفتم که خیلی به دیگر طرز مستقیم به شهرداری مراجعه میکنم. خیلی خوب وقتی که نشستهای مطبوعاتی میشد به شهرداری ها میگفتیم جواب نادیم ما میبینیم ولی وقتی که یک وقت اگر در خاطر خاموش بستاد خیابان‌های اساسی را ناوی تعمیر بیدیم وقتی که ما پیگیری کردیم کجا میلیون‌ها دلار برای همه خیابان‌ها میرود ولی صفت بعد یک سال آب شسته میشود اون تعمیر از بین رفت ولی نمیدونم برای چی نمیدیم. من شخصا قربانی همون تحقیقات شدگی چاپ میشود تو بازی همون پلمن‌ها مثلا اون روز دست میرفتم در کوچه مرکزی شاهدین حسین زاده ما به اصطلاح در حسرت او بگرم تو همین قدر او بگرم در کوچه رفته است. من ویدیو گرفتم، عکس گرفتم ولی با کی میگویم؟ افیر نرفت
نه من برای خودم گرفتم که اون وقت شاید اگر که میگفتم اگر به خاطر کنم باشد یک شهرداری برای سه مطلب ما رو به سود داد هرچند که در سود گفتم که دلیل رو برای ما پیشنهاد کردم گفتم درست بود که اصلاحی هست به خاطر اون که اگر مواد نوشتم باید مواد به سود ندیدم این خاطر چون گفتن غرضی شخصی داریم در تلفن هم هست نمیدونم این صورت زیاده کنم آدرسیت شبکه یک رفتشیان کنیم جهانامو چرا نمیکنن؟ این هم غیر مستقل است من بیشتری وقت جهانامو باید جهانامو روز پخش میکنم جهانامو امروز میگیرید پخش میکنید آدرس هم میگیرید میرید سوژه میکنید